مسیر زندگی هر کس، خب من نظرم اینه، اعتقادم اینه که مسیر زندگی هر کس یک مبدأی داره، یک مقصدی داره. خیلی ها میگن اون مقصد مهمه، ولی من میگم اون مبدأ مهم. مبدأ چیه؟ مثلا دارم میگم یه شخصی مثلا شاید توی مثلا مسیر زندگیش به میلیارد سرمایه رسیده، چون اون مبدأ خیلی خاکی بوده، تو اون مبدأ خیلی کوچیک شروع کرده به مقصد رسیده، این مقصدش با ارزشه. ولی چون یه سریا چون مبدأ ندارن، مقصدشو یه دفعه، حالا به فرض مثال دارم میگم، یه زده بند کلاهبرداری میکنن، یه زده بند نمیدونم فلان میکنن، به یه مقصد خیلی خوب میرسن، ولی اون مقصد ارزش نداره چون مبدأش مبدأ خوبی نبوده. من نظرم اینه که مبدأ باید خیلی خوب باشه. مبدأ یعنی باید صفر باشه. مبدأ یعنی اینکه شما تلاش کنید. مبدأ یعنی که خیلی کارا رو پیش ببری تا به اون مقصد، اون موفقیتت برسی. به نظر شخصی من همیشه مبدأ از مقصد مهمتر بود.